بچه ها اومدیم با آموزش بازی پارک مرگ 1. بچه من داخل این ویدیو قراره که به شما یاد بدم چطوری بازی پارک مرگ رو تموم کنید. البته نه داخل این ویدیو بلکه داخل چند ویدیو. هر پارت که تموم شد قسمت به قسمت داخل چنل میذارم. پس بدون معطلی بریم سراغ ویدیو. لیتس گو. اوکی استارت. مرحله اول پارک. خب همونطوری که خودتون میدونید دیگه اینجا باید این چشمه رو بزنید. بزنید یارو بیاد کلیدو بذاره داخل کشو. کفشاتو قربونم. بعد اونایی که فیلم ایتو دیدن میدونن چه فیلم جالبیه. حتما پیشنهاد کنم برید ببینید. خب درم ببند. دمت گرم. خب حالا کلیدا رو گذاشته اینجا. این کلیده رو برمی‌دارید. اونم بردارید. و از اینجا خیلی راحت میتونین در رو باز کنید. و خیلی جالب اینجا دیگه نمیتونیم برگردیم. اتاق محو شده هستن. خب اینجا شما باید اینو بردارید. اینا خودش هم نشون میده. حتما باید اینو بردارید. همونجور نکشی با این سیست ما رو. قیافر خدایی. اوکی اینجا ناکن زده ترین. همون اول که برید اینجا زده ترین. علامتش رو دنبال کنیم. میگه برو اون ور. پس ما هم همون ور میریم. اینجا همین چی میگن نمیدونم اسمش چیه. همون جایی که باعث میشه قطار حرکت کنه. میرید اینجا این بلیطه رو میذارید و حالا این میره میفته ته دره. این چوبا رو شما باقی میذاره اینجا. چقدر خون اینجاست. اون دلقه که چه عددم خورده. هر چقدر خورده باشه این حجم نمیشه واقعا. این چوبا رو شما ور میدارید. نجات نمیشه اینجا. بعد اینجا همین روبروی اون روبروی همین از این راهش باید بریم. حالا بهتون میگم چرا. از این پله بعد رد شید. این چوبه رو بذارید اینجا. اینو حتما باید برداریم چون که برای مرحله دوم لازم میشه. اینو ناکن نوشته تو که بادل آف واتر و برمیگردید این راهو. حالا از این سمت میایید پیش همین گردونه. اینجا روی این همطور که میبینید خونه. باید با این آبه بشورید. میبینید یه کد اینجا کشف شده. حالا اینجا اسکیپ نمی‌کنم ببینید چه داره. حالا اینجاش دیگه مستقیم میرید. بچه چون تو حالت چون میخوام بهتون آموزش بدم روی حالت گوست گذاشتم. کامنت نه این چیز کنید. اوکی اینجا میبینید عکس همین اسبرم زده. اینجا صبر میکنید تا کدو بزنه و تمام. بچه ها این بود از پارت اول. پارت دومم میذارم تا پارت 2. فعلا خدا نگهدار.